سلام برای بچه اومدم با امروز یه آموزش جدید. نگاه کنید، من یک این چیز پیدا کردم ساختم سروایو کنم که نگیم چیت زدی و فلان مواد. خب یادتون سروایو. خب واسه این شما تخم دراگون 2 برابر میشه. رو هر نسخه هم کار میکنین، میذارین و اینجا لور رو میذارین، روشنش میکنین، تخم دراگون رو میذارین. بعد حالا از مپتون لف بدید. بعد این که لف دادید یکم سم کنید تو بالا بیاد، بعد میزنید روش که بر تو مپ. من این صورت ویدیو زیاد کردم، شما زیاد تل نشید. خب الان رفت تو مپ و الان میبینید که 2 تا شده. ببین همین چی تیمل یا مثلا چیز. حالا کی که اینا رو بهتون یاد بده، ساب کن، ساب لایک یادت نره، تو کانال روزم عضو چی